بگی یا داداش خوبی؟ آقا اینا ماهی معروفه خب ما چه می‌خوایم بیا ماده بزن مجانی حواس داشت تو بشین من ماده اشکال بیا خداش ایرشاد یک سایه بزن نرم یکم مرتب کن خوشی بشه میخوام با موهاش معجزه کارتش معجزه میدی یعنی چی؟ بشین تو بیابون معجزه یعنی آقا شب شد ما یکم دیر اقدام کردیم ولی دایم با نور گوشی همچنان بیا بگید کارو بگید همچنان دایم کاری دوستمون رو می‌دادید داش ببخشید ها بده بابا خوب میشه نظرم بین خلافکارش مال مردم میخوایم معتاد بشین دنبال کار خیر نیام ما الان به قلای بنده خدا رو یه در قور میزنه یعنی خنده دارترین شب عمرم شده امشب بزن بابا بزن چت نگو داش بشین اصلاح کردم به خدا نور نیست خیلی خوشگل کردیم خواستم نون بگیرم به خدا آقا ما اشتباه کردیم قرار خواستیم کار خیر بکنیم ما جوگی شده آقا به خدا الان شبه به خدا اگه روز بود در الان ایران نه تهران نه در مشهد هم چسنه قشنگی نمیتونه داشون بره بزنه قشنگ اینجا پایان کار اینجا سایه برش زدیم این ششم سایه خود سایه ابروهاشو به زور دیگه وسطش بشکم زدم موهاش فرم کلاسیک اصلا نیاز نیست دیگه استشارش دیدم نیاز نره جوری اصلاحش که خوش فرم داره اینو رو بغل اینم میاد اینجا فرم کلاسیک آقا راضی ممنون از شما ممنون از ببخشید دیگه